ببین حتی شوخی های ما هم میتونن برای ما جذب آفرینی کنن. جملات تأکیدی میتونه ایمان و ارادت رو قوی کنه. جملات تأکیدی میتونه تو رو از نو برنامه ریزی کنه. هر بار که چیزی رو از خداوند بخوای، از کائنات بخوای و طلب کنی، اگر بهش باور داشته باشی و تمرکز لازم رو روش بگذاری، قطعاً برآورده میشه. ایمان وارونه داشتن یعنی داشتن ترس از این که من فلان چیز رو میخوام، اما اگر اتفاق نیفته چی؟ اینجا یعنی ایمان وارونه داشتن. مثل پرداخت بدهی. یه نفر میاد میگه که اوکی من فلان تاریخ میخوام فلان بدهی رو پرداخت کنم، اما توی ذهنش، توی ناخودآگاهش تدارک دیده برای اینکه اگر نتونست اون بدهی رو پرداخت کنه به بنده خدا چی بگه؟ خب خودش رو برای شکست آماده کرده. هر آنچه در فکر و ذهن خیش تصور کنید دیر یا زود به حقیقت تبدیل خواهد شد. هر چیزی رو که روش تمرکز کنی بیشتر و بیشتر توی زندگیت اتفاق میافته. اگر عشق و مهربونی رو بیشتر از همه توی ذهنت، توی زندگیت انجام بدی، اطرافت بیشتر و بیشتر پر از عشق و مهربونی میشه. ولی اگر شخصیتی داشته باشی که اهل نفرت ورزیدن، غر زدن یا شکایت کردن باشه و مدام در حال انجام این کارها باشی، بیشتر و بیشتر تو زندگیت اتفاق میافته. ما باید مقاومت در برابر بدیها رو کنار بگذاریم و اونها رو بسپاریم به خدا. در عوض ذهنمون رو آروم نگه داریم تا بتونیم روی خواسته هایی که داریم تمرکز کنیم و اونها رو خلق کنیم و به وجودشون بیاریم تا هرچه زودتر و زودتر به واقعیت تبدیل بشن. حتی برای دشمنانتان هم طلب خیر و برکت کنید تا آنها را خلع سلاح کنید. اگر دشمن تو چیزی رو میخواد که تو داری، خب اون هم داشته باشه، دیگه دشمن تو نیست. شور و شوق داشتن یک سرمایه بزرگه. کسی که توی کارش، توی زندگی شور و شوق داره، عاشق کارشه، عاشق زندگیشه، عاشق اینه که پیشرفت کنه، قوی تر بشه. خب این باعث میشه